السلام علیکم دوستان عزیز. روزی شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب هستید. همیشه خوب مانید دوستان عزیز. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای کامنتاری های خوبتان، رحمت برای دیدن ویدیوهای ما. خداوند از هر یکی شما راضی باشد. در اینجا امروز من یک نمود سمبوسه قزاقی آماده کردم. حتما با ما باشید. کانال ما را دستگیری کنید، به یار و دوستان فرستید تا که آنها هم از ویدیوهای ما باخبر شوند. در اینجا به ما لازم است 100 میلی لیتر رستیتیلی مساله. به بالایش آرد را انداخته همین طور ریزانک میکنیم. همین طور ریزانک کرده و بالای 10 گرم رزرخ ریتیل همراه میکنیم. ده گرم رزرخ ریتیل را همراه کرده نغز کک با آرد آمیخته کرده و بالایش سفیدی تخم، یک دانه سفیدی تخم هم به خمیر انداختم. من زردیش را برای آرایشی رویش گیته ماندم. همین طور خمیر میکنیم و بالای به ما لازم است 150 گرم کیفیر یا اینکه سمیتانه همراه میکنیم. همین طور خمیر را مای نغز کک میوشوریم. دوری که میبینید خمیری ما باید خمیری سخت نه، خمیر باید ملایم باشد. اکنون من این را در مدتی 1 ساعت به یختا میگذارم. همین طور من به یختا میگذارم. برای فرشش باشد به ما لازم است 200 گرم گوشت قیمه و 1 دانه پیاز را میده کرده ریزه کرده و بالای پریپراوا همراه میکنیم. در اینجا من تخمی گشنیج و اونیورسالی پریپراوا همراه کردم. شما میتوانید مرچ همراه کنید. اکنون به بالای من 100 میلی لیتر رستیتیلی مساله همراه کرده نمک همراه کرده رستیتیلی مساله همیشه نغز کک آمیخته میکنیم. اکنون من خمیری ما در یخدان در مدت 1 ساعت ایستاد. اکنون این را من گرفته و مثل خمیری رگالیک نغز کک کرده تنک میکنیم. من از واله همه به 2 قسم تقسیم کردم. اکنون این را گشاده و مثل خمیری رگالیک را خیلی که میبریم این را هم همین طور میبریم. تا آخری ویدیو با ما باشید دخترها و دیلیت کنید ویدیو را تا که دیگران هم باخبر شوند. کسانی که آبونه نیستند حتما آبونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید. من بریده
گوشت قیمه شده را انم این طرف به همین خمیر مانند کرده نغزه تیار کردم. کلوله کرده تیار کردم. منم این طرف ما میپیچانیم. فرشمای به ما بینش مانده. منم این طرف میپیچانیم. من اکنون همش را این طرف پیچانده. اکنون به بالایش برای آرایشش یک دانه زردی تخم گیتماندگیمان را به بالایش نغز کرده مالیده به بالایش من مک چاشیدم. با مک آرا دادم. من اکنون چطوری که میبینید سمبوسی ما تیار شد. حتما دخترها تیار کنید. مزهش مزه بهترین، کم خرج. حتما به عائله خودتان، به فرزندای خودتان آماده کنید. رحمت کلام برای دیدن ویدیوهای ما. رحمت کلام برای دستگیری هاتان. خداوند از هر یکی شما راضی باشد. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر.